هذا النور شفاء صدور. با نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، موضوع امروزه ما آیا کشیدن ناس و سیگار از نظر اسلام درست است؟ برادران عزیز، ناس و سیگار نه تنها به جسم ما ضررناک است، بلکه از نظر دین مبین اسلام یک نوع اسراف است. اسراف بودنش را برای شما اثبات میکنیم. خوب اگر تو در یک روز برای خریدن ناس و یا سیگار یک سامانی صرف کنی، پس در یک ماه 30 سامانی را تشکیل میدهد. برادر عزیز، این 30 سامانی که تو ناس و یا چیزهای پلید را خریداری میکنی، این را دان که به خود اجل را میخری. خوب میشود که برای کودک مکتب خانت سر و لباس و یا دفتر و قلم درسی میخریدی. اما این گفته های دین اسلام برای تو ای برادری که در عیش و عشرت رفته ای قدر ندارد. آیا کشیدن ناس و سیگار از نظر اسلام گناه است؟ بله، کشیدن ناس و یا سیگار هم گناه است و هم اسراف. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند چیزی که در اسلام ضررناک است وارد نسازید و چیزی که در بدن شما ضرر دارد راه ندهید. پس کمی بیاندیشید، زیرا این گفته های یگان عالم نیست، این بلکه گفته های آن پیغمبر بزرگ است. علمای اسلام میگویند دهان انسان ناسکش و یا سیگارکش مثل خانه ویرانه است. صد آفرین آن خواهران و مادرانی که با شوهران ناسکش و سیگارکششان طاقت کرده و زندگانی دارند. دین پاک است و پاکی را دوست می‌دارد. برادران عزیز، از سبب ناسکشی تو دهان تو مثل گوشت ویران بوده بوی بدی را به مشام انسان‌ها می‌رساند. چرا فکر زن خود را نمی‌کنی؟ آخه وی هم آدم است و او را شوهر پاک و تازه می‌فارد. پس تو چرا با بوی بد دهان خود زن خود را و رفیقان خود را ناراحت می‌کنی؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند از بوی بد فرزند آدم حتی ملائکه ها آزار می‌یابند. در قیامت یک مکانی هست که با نام الاعراف که تمام مردم گناهکار یعنی دوزخیان آنجا جمع کرده می‌شوند، اما نگاهشان به سوی جنت است. چرا به سوی جنت نگاه کرده و داخل آن نمی‌شوند؟ چون که این مردم کسانی هستند که یک حسناتشان کمی می‌کند، یعنی ثواب کم دارند. پس برادری عزیزم، همین ناس و سیگارکشی حسنات تو را کم کرده تو را نمیگذارد که وارد جنت شوی. کوشش ما بهر حق و حکمت مردانگی است. قرض فرمان را به جا آوردن فرزانگی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.